دوستای عزیز خوش و آرام باشین. لایک سابسکرایب یادتان نره. فراموش نکنین چینل ما جدید است، لطفا حمایت کنین تا ما انگیزش از حمایت هایتان بگیریم. جهان سپاس. سلام دوستای عزیز، خدا کنه جور صحت سلامت باشین، لباس عافیت به تن داشته باشین. تشکری خاص از تمام دوستای عزیزم میکنم که همیشه آمیم هستن و مرا لایک سابسکرایب چینل مرا میکنن. تشکر میکنم از تمام بینده هایی که چینل مرا انتخاب کرده ویدیوهای ما برای دیدن خود. دوستای عزیز، امروز ما 2 گلاس آرد گرفتیم. بچه‌ام بسیار زیاد منتو را خوش داره. گفت مامی امروز برام باید منتو پخته کنی و ما هم چیز نگفتم چون ناوقتم است، اما چون که خانم فعال هستم برش گفتم درست است. نه نگفتم. دوستای عزیز شروع میکنم. اول سر خمیرش 1 قاشق خمیر مایه گرفتیم، اضافه میکنم. 1 قاشق نمک اضافه میکنم دوستای عزیزم. 1.5 قاشق دیگه. تشکر دوستای عزیز، امیدوار هستم که ویدیوی ما تا آخر ببینین و دوستای عزیز خواهش میکنم چینلم چه نو است سابسکرایب لایک یادتان نره. دوستای عزیز مرا حمایت کنین تا که به ما حمایت کردن تان و سابسکرایب ها و لایک هایتان انگیزش زیادتر بده که تا بتونم دوستای عزیزم پیشرفت کنم. جهان سپاس. ببینین آل ادامه ویدیو را. بسم الله الرحمن الرحیم. آب اضافه میکنیم و ما شروع میکنم به خمیر کردن. من دوست دارم امرای دست خمیر کنم چون خمیر منتو باید سخت خمیر شوه، نرم نشه. تشکر میکنم از او هده خواهرها و برادران عزیزم که من تشویق میکنن در کامنت و برام کامنت میگذارن و نظریات و پیشنهادهای خوبی برای من میگن و تشکری خاص از او هده خواهران و برادران عزیزم دارم. جهان سپاس. دوستکای نازم، من توی آماده شد. همه شب پر کردم. من توی ساده، آسان و بسیار زود و در مدت بسیار تایم کم. دوستای عزیز میبینین که من تویم پر شد. دیگه من تو میچینم. وقتی که کشیدم برایتون نشان میتونم. دوستای عزیز من توی ما آماده شد. من فعلا 2 آبشم اندازم و شما ببینید. من به یک کوشش میکنم به یک طرح دیزاینش بردم که شما هم دوستای عزیز از این طرح دیزاین ما یاد بگیرین. و دیگه دوستکای عزیز من نه دال نخواد و نه لوبیا یا نه کدام چیز دیگه آماده کردم چون گفتم برتان در شروع ویدیو که بچگکم گفت مامی بر من تو پخته کو و من هم خواستم که پخته کنم و هم خواستم به شما به تصویر بکشم. جهان سپاس دوستای عزیز ازی که شما بیننده چینل ما هستین و من بسیار زیاد خرسند هستم و تشکری میکنم از بودنتان که در چینل هستین و چینل مرا همیشه وقت تعقیب میکنین. الله یار و مددگارتان دوستای عزیز. این بود یک منتوی ساده و مقبول و این هم گشنیزه که تازه و برویش و به دیزاینش میریزم. خدا کنه خوشتون بیاید دوستای عزیز، مورد پسندتون قرار بگیره. تا برنامه دیگرم شما را به الله پاک یک تابی همتا میسپارم. دوستای عزیز خوش و خندان و آرام باشین در زندگی هایتان. این بود یکی از منتوهای لذیذ و مزهدار ما. خدا کنه خوشتون بیاید دوستای عزیز. جهان سپاس. خداحافظ.